سلام، داشتم جلو آینه خودم نگاه میکردم، یه لحظه نور خورشید خورد به آینه، قشنگ تلالویی از خورشید و از تو آینه من دیدم. تو دلم گفتم اگه این آینه بگه من خورشیدم بد بیرا نگفته ها، چون کاملا داره خورشید رو نمایان میکنه. میدونید چرا اگر آینه بگه من خورشیدم بد بیرا نگفته؟ چون صافه، بیرنگه، هرچی که هست داره خورشید رو نشون میده، قل و غشی تو کارش نیست. انسان هم میتونه وجهی از همین آینه باشه، شبیه این آینه باشه، خدا رو فقط نشون بده، غیر خدا رو نشون نده. که وقتی که صاف باشه، بی قل و غش باشه، وقتی که رذائل در او نباشه، گناه در او نباشه، اون وقت این انسان میشه وجهی از خدا. امیرالمومنین فرمود انا وجه الله، ید الله، عین الله، اذن الله، جان عالم فدای امیرالمومنین فرمود من نمایی از خدام، چرا که جز خدا در اون نمایان نبود. یا علی مدد.